اصولا تو فیلم‌های ترسناک وقتی که میخوان قدرت یه شیطان رو نشون میدن که این شیطان وارد صومعه میشه و یه آدم پاک مثل یه راهبه رو تسخیر میکنه. و جالبه بهتون بگم این قضیه 100% واقعیه. یعنی تو قرون وسطا یه دوره‌ای بوده که توی صومعه ها تسخیر اتفاق میافتاده. اما قضیه اصلا اونطوری که فکر میکنید نیست. تو قرن 17 تو فرانسه راهبه‌های صومعه اورسلین یهو شروع میکنن رفتارهای عجیب کردن، مثل جیغ زدن و قش کردن‌های طولانی و ادعای اینکه یه موجود عجیب میبینن و حتی خراش‌هایی روی بدنشون. حتی یه کشیش به اسم اوربن گراندیه رو متهم کردن که شیطانو فرستاده. وقتی مقامات کلیسا و دولت وارد قضیه شدن، آزمایش‌های جنگیری رو انجام دادن و اون کشیش بدبخت رو به جرم جادوگری سوزوندن که احتمالاً بیگناه بود. از اون طرف تو سال 1657 راهبه‌های صومعه تو ایتالیا هم شروع کردن رفتارهای مشابه نشون دادن. یعنی شروع کردن با یه زبان دیگه صحبت کردن و ادعای اینکه شیطان داره تو راه میره و از این قبیل. تو این مورد هم باز کلیسا تیم جنگیری خودش رو احضار کرد، اما هیچ چیزی حل نشد. و تو مورد دیگه بین سالهای 1490 تا 1700 راهبه‌های صومعه آلمان و ایتالیا هم یهو شروع کردن به پارس کردن و تقلید از حیوانات و مردم میگفتن که احتمالاً شیطان وارد صومعه شده و اونها رو تسخیر کرده. اما واقعیت اصلی چی بوده؟ مورخا و محققا معتقدن که این قضیه یه هیستری جمعی بوده و به خاطر 3 عامل این اتفاق افتاده. اولین عامل فشار مذهبی شدید بوده، اینکه مجبور بودن همش سکوت کنن و از شیطان بترسن و روزهای سنگین بگیرن. دومین عامل زندگی بسته و انزوا بوده. یکی از دلایلی که باعث میشه یه هیستری جمعی اتفاق بیفته و احتمالش توش بالا باشه این عامله. بعدی فقر غذایی و بیماری بوده. اگر از ویدیوم خوشتون اومده حتما نظراتتون رو برای من کامنت کنید. فالو و سابسکرایب فراموشتون نشه. به زودی ویدیوهای بلندم رو داخل یوتیوب میذارم. ممنونم.